آقا سلام و درود، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم بریم یه آموزش ساختن ریسورس پک رو بهتون بدیم که من تقریبا برای مثلا نخواین چیزی دانلود مثل فتوشاپ اینو دانلود کنید، راحت ترین روشش بهتون میگم. من خودم هنوز فتوشاپ رو نریختم ولی میریزم و الان بریم سراغ آموزش. آقا برای ساختن ریسورس پک شما باید اگه تی لانچر استفاده میکنید، روی تی لانچر کلا هم لانچر ماینکرافتی که دارین روش راست کلیک کنین، اوپن فایل لوکیشن رو بزنین. حتما باید بیاد داخل این صفحه دات ماینکرافت. اگر نیاورد شما داخل کیبورد تو پنجره ویندوز با آ رو میگیرین، اینجا میزنین درصد اپدیت ها درصد، اینجا خودش هم آورد. اینو باز میکنین، اینجا دات ماینکرافت اولیو میزنین، میاین پایین یکم، بعد بین داخل پوشه ورژنز یک اشنا رو پیدا میکنین، بازش میکنین، یه فایل .gar هستش. خب اینو کپی میکنید، حالا داخل مثلا دسکتاپ یه جایی یه فولدر میتونید درست کنین که داخلش ریسورس رو درست کنین. داخل اینجا اون فایل .gar رو اینجا میزنین، پیست میکنین، راست کلیک میکنین روش، اول یه چپ کلیک کنین بعد راست کلیک، بعد با وینرار اکسترکت هیر بزنین که کل فایلاشو بریزه اینجا. بعد حالا این پارت اولشه، پارتای بعدی هم داره چون طولانیه یکم. اون ام سی متر فقط الان دارم آموزش راحت ترینش فعلا میدم که پارتای بعدی هم بیاد. خب وقتی که اینجا همه فایل اومد تموم شد، چیکار میکنین؟ کنترل رو نگه میدارید، ایو میزنین که همش سلکت شه، بعد کنترل رو میگیرین روی این اسست، یه چپ کلیک میکنین که این از این حالت در بیاد. بعد چیکار میکنین؟ دیلیت رو میزنین، همه رو پاک میکنین جز اسست هرچی سب میکنیم این همشو پاک کنه. و با این ما کلا با این پوچه اسست کار داریم، حتما همه اینا پاک کنین، حتما باید پاک کنین. بعد اینکه همه اینا پاک بشه، نیاز به یه دونه عکس برای ریسورس پکتون دارین که حتما یه عکس حدودا مکعبی باشه. حالا من یه سری عکسایی که اینجا دارم و اینجا کلا اسکینه. خب مثلا این یه دونه عکس خوبه، اینو کپیش میکنیم، میین داخل همون فولدر پیستش میکنی، اسمشم حتما باید بذاریم پک دات پی ان جی، اسمش به همین باشه. اون فایل ام سی مترشو خودم یادم رفته ولی میام میگم. من ببینیم ویدیو اینجا کاتی خود رفته بودم فایل ام سی مترشو بیارم. اینجا یه فایل ام سی متر داریم که حتما باز اسمش پک نقطه ام سی متر باشه. اینو بازش میکنی، اینجا یه سری متنه، اینجا داخل بخش پک فرمت اینا همه اینا کاری نداشته باشه، فقط با این بخش دیسکریپشن میتونین کار داشته باشین. اینجا مثلا یه توضیحاتی راجع به پک میدین که و حالا وقتی بازی باز کنم پک رو بخوام تست کنم بهتون نشون میدم. این از این. حالا این متنش اگه خواستین که داخل دیسکریپشن میذارم. حالا فعلا که کانال تلگرام اینجایی فعلا داخل توضیحات میذارم یا داخل کامنت ها پینش میکنم که بتونین کپیش کنین. خب ما اینو ببندیم، میریم داخل بخش اسست دات ماینکرافت. بعد با بخش اینا یه کاری الان من باش ندارم، با بخش تکسچرز کار داریم، بازش میکنیم. خب اینجا بلاکس داریم، آیتمز داریم، این همه اینا میتونین ادیت کنین. مثلا الان ما برای آیتمز میریم، داخل آیتمز دایموند و گلدن اپل و شمشیر ایناست. ببین حالا من چون که فتوشاپ رو نریختم هنوز، حالا احتمالا میریزم، میخوام با برنامه خود پینت ویندوز دارمش الان، نه اینجا نیست. چیکار میکنیم برای اینکه چیز کنم؟ رو مثلا من خود دایموند سورد اوکی کنم، روش راست کلیک میکنم، اوپن ویت رو میزنم، پینت رو میزنم، برنامه پینت باز میشه. زومش میکنین، خودم قبلا یه دونه پک اینجوری ساخته بودم. خب اینو من میذاری روی حالت پنسل، پیرم بزنیم میره اینجا، میذاری روی پنسل. حالا اینجا پیکسل پیکسل میره، پاک کنشم که همینه دیگه، فقط سایزش رو نه کوچولو کنین چون که خیلی زیاد پاک کنه. حالا اینو اینجوری میکنم، بیشتر از اینم زوم نمیشه. مثلا این دستش خودش اینجا هست، من اینجا میتونید رنگش رو انتخاب کنین، مثلا یه دونه اینا میزنم، من یکم نیمه‌تر رنگ آکوا بشه. بعد میام داخل بخش پنسل دوباره اوکیش میکنم. همه آیتما رو میتونین اینجوری ادیت بزنین اوکیش کنین، همه آیتما رو میتونین این کار کنین.
حالا من الان نمیخوام فعلا چیزش کنم، پاکش کنم. بعد حالا یاد نره سیو هم بزنی داخل فایل، بعد اینجا سیو. من اینو دون سیو میزنم و آره. بعد من هنوز درست کردن اسکای و اینا رو بلد نیستم. من میخوام اسکای کنم، اسکای بخوام بزنم چیکار میکنم؟ میرم داخل فولدر ماینکرافت، مثلا میام داخل بخش ریسورس پک ها که دارم، یه ریسورس بدوارز رو پیدا میکنم، اسیتس ماینکرافت، ام سی پچر اسکای، اینو کپی میکنم میام داخل پک خودم اسیتس. بغل کجا بعد میزدم راستی یادم نمیاد، بذار برم برگردم. دات ماینکرافت رو باز میکنم، بغل اینجایی که تکسچر اینا هست خب میذاریم. من برم دوباره داخل پوش خودم، فولدر خودم، اینجا پیستش میکنی. بعد اینو حالا اگه خواستی میتونی اسکی بدی هم کار کنی، ولی من اینو باز میکنم میام داخل اسکای، اینجا ابر رو ایناشو همه اینا میتونم عوض کنم، خودم عوض میکنم اینا رو، بعد میذارم مثلا این کلاود 1 ابر دیگه احتمالا با پینت بازش میکنم، یه همچین چیزی میاد. مثلا میتونم اینجا اف بنویسم، یه هر کاری بخوام میتونم بکنم. یه مثلا بخوام این کارو کنم، مثلا بیام چیکار کنم، صابون گلنار اضافه کنم مثلا. حالا بک‌گراندش هم پاک میشه، نمیدونم پاک میشه. بعد یه گلنار رو هوا اضافه کنم، میتونیم همه کاری بکنیم. آره دیگه آقا، و همین بود تا اینجا. من میتونی همه کارا رو اینجا، فقط یادتون نره سیو رو بزنید. بعد آخر سر که همین آیتم رو درست کردین، کلیک چپ این پایین نگه دارین، میاین بالا راست کلیک میکنین، وینرار کامپرس اد تو آرشیو رو میزنین، اینجا اینو میزنین داخل زیپ، اینجا اسمشو انتخاب میکنین. اسمشو که انتخاب کنی اوکی میزنی، یه فولدر زیپ بهت میده، فولدر زیپ رو میری داخل همون فولدر ریسورس پک آپلود میکنی و اوکی دیگه. اینجوری میتونی یه پک خوب داشته باشی. ام سی هم داخل توضیحات میذارم. مرسی این ویدیو رو دیدین، لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.